بازی جاری گوزوه. شیطونی میگه جواب ایره نده پوزش بخوره. ولی خب ما که مثل او ذاتم خراب نیست. یه همچه آدمی نیستم. استغفرالله. خدای صبرم بده. بگوز ببینم. سلام اقدس جونم، حالت چطوره؟ برو سر اصل مسئله حرفتو بزن. خیلی خوب باشه. ببین اقدس جون، دخترت امسال کدوم مدرسه ثبت نام میکنی؟ همین کوچه بغلی ماچ تو مگه؟ وای شوخی میکنی اقدس جون، اونجا که خیلی بی لوله. دخترتو بردار بیا مدرسه دختر من ثبت نام کن امسال. ببین خیلی مدرسهشون لاکچریه، از همه نظر تکمیله. به نظرم بردار بیار اینجا ثبت نام کن. حرف دیگه نداری؟ نه عزیزم، همینو خواستم. تاثیرگذار بود. خداحافظ شما. هم یکی کمانده بچه‌مو بردارم بیام تو مدرسه که بچه تو هست. گوزو. باز یک فکری بکنم. اقدس فکر تو به کار بنداز. فکر. فهمیدم. چت جی پی تی میدونه. سلام چت جی پی تی جان، چطوری حال احوال؟ سلام افتش جگرترا، چه کمکی از دستم برمیاد؟ ببین یک مدرسه دبستان دخترانه واسه ما تو مشهد پیدا کن. بهترین، خفن‌ترین، کاملترین و معرکه‌ترین مدرسه دبستان دخترانه تو مشهد بشه. من رفتم. بگوز ببینم کجاست؟ مدرسه نخبگان وندا تنها دبستان دخترانه مهارت محور ناحیه 4 در مشهده که بهترین مدرسه هست. اونجا آموزش و مهارت رو با هم پیش میبره و 9 تا کارگاه مهارتی اهم از شنا، کامپیوتر، سایکوسینما، زبان، سواد مالی، مهارت‌های زندگی و کلی چیزای دیگه دارن. دست در نره. و وقت بگوز ببینم که جاری کشم هست مدرسه‌ش یا نه؟ 100% عرض کردم خدمتتون، ونداد بهترین دبستان دخترانه در مشهد. تشکر حالت. زنگ بزنم جاری پوزشو بزنم ببینم جاری کش هست یا نه. الو سلام جاری جان، دوباره سلام. سلامتم جونم. حقیقتا خواستم بگم که ما امسال بچه‌مو مدرسه ونداد ثبت نام میکنم. چی داری میگی؟ ونداد از کجا میشناسی؟ چطور ممکن؟ باورم نمیشه. ماییم دیگه. نفسم داره میگه. نفسم. واقعا جاری کش بودم. ای والله بد نرفتی. برم کار ثبت نامش انجام بدم.